بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت جناب سید مصطفی حسینی چاوشی متولی موقوفه حاج حسن فتحعلی هستیم. حاج آقا ببخشید مزاحم که شدیم، در رابطه با این موقوفه توضیح میدیم که چی بوده و چجور شده؟ این موقوفه مدت زیاده، چند ساله میدونید؟ تاریخ اول 1279 قمری، میشه چند سال؟ 168 سال. الحمدلله. سلام رو معرفی کرد که گفت یا سائلی این حل الجود و الکرم، ای کسی که دنبال این هستی و سوال داری که محل جود و کرم کجاست، اندی بیانو، من میدونم بهت بگم هدایت الله و حفظنا، اگه واقعا طالب هستی بیا خودم بهت میگم، معرفی میکنم آقا رو. هذا الذی تعرف البطحاء و این آقا چایی شما آره سلام جاش عوض میشد با امام حسن مجتبی علیه السلام. باشد که تو باشی مرا غم ببرم یا ایها العزیز مسنا و اهل نفهم و جئنا ببضاعة مزجاة فأنت من شرکت کنم آره خب یه شب میام اینطور میتونم چی اسم آقای چراغ رو روشن میکردن، مال قوم نداشت باغ پنبه داد، چراغ قرض میدادن، چراغ روشن میکردن، اقمورو با پایه چوبی دست حمال میدارن با 1 تومن بره تعزیه خونی، چه حرم چه شیخون چه منظر تولیه. سلام علیکم یا اهل بیت النبوة بموالاتكم علمنا الله ديننا. چشم ما منتظران از غم تو بارانی. سلام علیکم و همه عکسش بگیره بیا. همه عاشقان ابا عبدالله. اینجا خانه ایه که قدمت روزش حدود 178 سال 168 سال قدمت داره.
یکی از روزه های معروف قم روزه حاج حسن فتحعلی که به دست اولاد ذکور خواهرش اجاره میشه. حاج حسن فتحعلی چون خودشون اولاد نداشتن ولی یه مرد خیر و خیراندیش بودن. ایشون گفتن حالا که اولاد نداریم از خودمون باقی و دوستانهات بگذاریم، این منزلشون و آبنبار و مسجد محل و وقف کردن و زمین‌های زیادی در اطراف قنوات دارن. این زمین‌هاشون هم وقف کردن. گفتن درآمد این زمین‌ها وقف روزه، یعنی خرج روزه منزل و مسجد و تکایای سنگ سیاه و محل سرحوز بشه. ایشون به حدود 200 سنه که فوت شده ولی از برکتش هنوز این مجلس ادامه داره.